کار برای خدا کردن یعنی علی شدن، علی بودن، که هر کسی میتونه مثل علی کار برای خدا بکنه. خدایا به حق امام حسین هوای نفس رو و این حیله های نفسانی رو ما رو از دست این حیله های نفسانی محافظت بفرما. خب آقا یه کاری میکنه که هیچی برات نمونه، کتاب مینویسی برای خدا، اما روز قیامت میگه نه این برای خدا نبود، برای خدا نه. منبر میری فکر میکنی برای خداست، بعد میبینی نه اینم برای خدا نبود. شیطان بلایی سرت میاره که هیچی در آخرت برات نمیمونه. حالا من اینقدر قصه دارم، اینقدر روایت هست دیگه نمیخوام بهش اشاره کنم. و اما از امام باقر پرسیدن یبن رسول الله، ای که شیطان میگه از پشت سر حمله میکنیم یعنی چی؟ دقت کنیم. حضرت باقر فرمود معناش اینه که اون چی که باید پشت سر بگذاری و بری که دنیاست، شیطان بلایی سرت میاره که حب به دنیا رو تو دلت میکنه، آخر پیری معرکه گیری. من خیلی دیدم اینجا رو به خدا کسی نمیشناسم، شاید هم اصلا موضوعیت نداشته باشه حرفی که اینجا میزنم، منتها چون نوار میشه، فیلم میشه، به دست کسای دیگه هم میرسه، مثالشو ایرونی میزنم. آقا ما خیلی حالا دیدیم 50 سالشون شده، 60 سالشون شده، ریشا سفید شده، آخر پیری نزولخور شده، رباخور شد، آخر پیری حب به دنیا تو دلش چنان جوان شده که الله اکبر، مثل یک جوان شاخ شمشاد داماد چطور عشق داره به مال و منال برسه همه رو جمع کنه، آخر پیری جوری شده کارش به جایی برسد که با مال دنیا به جنگ دین خدا بره. سامری چطور شد؟ قارون چطور شد؟ قارون رو بعضی میگن پسر خاله موسی بود، بعضی میگن پسر عموی موسی بود، قیش و قوم موسی. 8 9 تا اولاد داشت، سنی هم ازش گذشته بود. آمد به حضرت موسی گفت تو که پسر خاله ما هستی یه دعا بکن، ما 9 تا بچه داریم، 10 تا بچه داریم، بابا داریم میبینیم از گشنگی. اومد موسی بگه یا الله، ندا آمد برای این دعا نکن، پول برای بعضیا از زهر بدتره، اینم از اوناست، این به پول برسه تموم کارش، این برای این دعا نکن صلاحش نی. گفت پسر خاله 4 روز دنیا رو بساز. رفت 4 روز دیگه اومد گفت موسی بساز و نساز یعنی چی؟ بابا بچه ها گشنه. یا الله، اومد دعا کنه، ندا آمد موسی این پسر خالت صلاح نیست پول دار بشه، برای این دعا نکن، بگو بساز. آقای پسر خاله بساز. رفت 4 دیگه اومد دوباره اصرار، ندا آمد. خب حالا دعا کار به جایی رسید که آقا نوشتن تو تاریخ یک کله گوسفند چند هزار رأسی، چقدر باغ، چقدر ملک، چقدر زمین، چقدر پول، چقدر غلام، چقدر زر، چقدر سرمایه. ندا آمد که آقا هر 40 گوسفند هر کی داره یه دونه گوسفند داره بده. همه دادن، فقیر فقرا دادن. به پسر خاله‌ای که گله چند هزار نفر، چند هزار رأسی داشت گفت آقای پسر خاله این زکاتشو بده. و برای چی بدم؟ خدایا به حق امام حسین هیچ گدایی ثروتمند نشه. نه آمین بلند بگید، نه به صلاح هممونه، نه تسخیر، نه. خدایا به حق امام حسین هیچ گدا گشنه ای پولدار نشه. نمیدونید آقا بعضیا گدایی تو ذاتشونه. امام حسین اینقدر گدا صفتی بده که خدا میدونه. بعضی تا پریروز یه فرقون هم نداشتن، یک دوچرخه نداشتن سوار بشن، اما خدا یه محبتی بهشون کرد، یک مالی به هم زدن. الله اکبر، عوضی که شکر خدا به جا بیارن روزی 1000 گناه میکن. ندیدید شما؟ تا پریروز از گشنگی داشت میمرد، حالا دیگه نماز هم نمیخونه، روزه خدا رو مسخره میکنه، روزه امام حسین رو مسخره میکنه. تا فقیر و گدا بود، نوار روزه تو ماشین قرازش بود، حالا که ماشین آخرین سیستم میبینیم به نوار گلپری جون رو میذاره دوش.
اهل نمیدونم شب نشینی و تو که تا پریروز گدا بودی و خدا میکردی چی شد؟ خیلی یا قارونند و خبر ندارن. گفت برای چی بدم؟ ندا آمد بگو 400 تا یه گوسفند بده. گفت نمیدم. 4000 تا یکی بده. گفت نمیدم. خب نمیدی نه چه کارت کنیم؟ نمیدی. آمد آقا قارون پسرخاله موسی پیش مردم گفت این پسرخاله ماست، به این رو ندید، امروز میگه گوسفند بدید، فردا میگه گاوتونه بدید، پس فردا میگه شترتونه بدید، یه رو دیگه میگه فرشتونه بدید، بعد میگه خونه‌تونه بدید. اینو من میشناسم. آقا کار به جایی رسید، این قارونه که قارون شد از اینجا قارون شد. الله اکبر. ریشاش سفید شده ها، پیر شده، اما حاضر نیست سر تسلیم کج کنه در برابر حکم خدا. آمد یک زن بدکاره رو دید، گفت بیا ببینم روزی چقدر کاسبی؟ گفت مثلا 10 دینار. گفت من یه تشت پر از سکه اشرفی بهت میدم، فقط یه کار کن. گفت چیه؟ گفت روزا پسرخاله من برای مردم سخنرانی میکنه، من بلند میشم با اشاره دست من، تو بلند شو جلو مردم بگو موسی با من زنا کرد. من میخوام آبرو موسی رو ببرم. موسی بن عمران داشت برای مردم سخنرانی میکرد. مردم عبادت کنید، با خدا رفیق باشید، گناه نکنید، امر خدا اینه، نهی خدا اینه. یا قانون بلند شد. آی پسر خاله، بله من ناراحتم مردم پشت سر تو حرف میزنن. خیلی من ناراحتم. آخه چرا پشت سر پسر خاله پاک ما حرف میزنی؟ گفت مگه مردم چی میگن؟ گفت من چند تا سوال میکنم جلوی این مردم خودت جواب بده تا من میدانم و کسایی که پشت سر تو حرف میزنن. شروع کرد فین بازیه. خب بگو. خب آقای موسی پسر خاله عزیز ما و محترم ما و متدین ما، شما که میگی مثلا خدا ارتباط و نماز و اینا خودت هم میخونی؟ گفت خب مردم ببینید خودشم میخون دیگه، حرف مفت نزنید. هم نشسته بودن نگاه. گفت این که شما میگی زکات بده و فلان اینو خودت هم میدی؟ گفت بله من. گفت مردم ببینید بیچاره میگه من خودم هم. یکی یه وقت گفت آقا من شرمندم جناب موسی، بعضی میگن پسر خاله تو موسی بن عمران زنا می. گفت من پیغمبر خدا؟ با کی؟ اشاره کرد به زنه. زنه بلند نشد. گفت آی خانم که به من اومدی گفتی؟ زنه بلند شد. گفت این خانم موسی گفت من با تو زنا کردم؟ گفت نه، خودش به من میگه. این مردی که به من میگه تو بگو به موسی پیغمبر تهمت بزن، من یک خلاصه سطل پر از اشرفی بهت میدم. من زن بدکاره هستم ولی به پیغمبر خدا تهمت بزن نیستم. این دروغ میگه. مردم این تهمت میزنه. موسی پاک. تا به اینجا رسید موسی دلش شکست. امان از اون موقعی که دل کسی بشکنه. من یه جمله به شما جوونا شب آخریه بگم، جوونا هر کاری میخوای بکنی برو بکن، دل کسی رو نشکن. اگه دل سوزوندی زندگی تو خدا آتیش میزنه. بشنوید دارم چی میگم. یه وقت یه شوخی میکنی 4 تا به یکی میخندن، یک لحظه فقط دلش بسوزه، یه لحظه بگه یا الله به امام حسین قسم، تمام چشمه های زندگیت خوش میشه. نمیارزه دل بسوزونی، سر به سر کسی نگذاری، با آبرو کسی بازی نکنی، قیافه نگیری برای کسی، غرور نداشته باش. پیغمبر اکرم فرمود هر کی غرور داره دیوونه است. دیوونه است. چون آدم عاقل میدانه هر چه داره از کیه؟ از خداست. اونا که با غرور راه میرن، اینا یک ذره مخ تو مخچشون، به قول عربا مخ مافی، هیچی نداره. خیلی قشنگ میشه تو طایفه، تو جامعه، تو محله دیوونه ها رو بشناسی. هر کی دیدی با غرور راه میره بدوی بیچاره یه تختش کم، خدا شفاش. آدمای عاقل متواضع راه میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تو سوره مبارکه فرقان، که وقتی
عباد الرحمن کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا